اینا توش داره. اسپری ضد جوش بدن. اینا برای خونه آینده هم خریدم. قهوه، چای، شوگر. همین دیگه. و خیلی دکترم از اون به عنوان کسی که تو قیدم رژیم گرفته 3 کیلو کم کردم، اما برنجم بچه تا دیگه به وزن ایدئالم برسم و دیگه تمام. یعنی یک تیر که میشه سرگرد رژیم گرفتم به وزن ایدئالم قطعا رسیدم. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. خیلی تاریکه. من نشستم تو ماشین دوستم، رفته جیگر بگیره برام. گفتم یه فیلم کوچولو بگیرم با اینکه خیلی تاریکه و اصلا کیفیت نداره. دیگه امروز داشتم از گرسنگی میمردم. چیزای کم کالری خوردم. گفتم که میخوام برم پیش متخصصم، خیلی وزنم و از این چیزی که مثلا تلاش کردم بالاتر نشون نده. البته من اشتباه کردم. همین. سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دیشب که دکتر بودم دیگه 15 کیلو وزن کم کردم در کل از شروع رژیمم و امروز خیلی خوشحالم. گفتم که یه فیلمم اینجوری با لباس خونگی براتون بگیرم. البته از بیرون اومدم، عینک رو سرمه. و کلیپ بعدی قطعاً راجع به رژیم، کاهش وزن و ورزشمه.